امروز اومدیم با معرفی دستگاه تراش تبریز TN50. اولین جزء از دستگاه گیربکس داخل این قسمت قرار داره. یه دسته برای حرکت سریع و حرکت کند. در اینجا دو تا اهرم داریم، یکیش مربوط به سرعت دستگاه، با این سرعت دستگاه تغییر میدیم و این اهرم برای پیچ بری. از اینجا این اهرم میتونیم در حالت متریک و ویتورس یا اینچی عملیات انجام بدیم. این سه تا دسته هم مربوط به گیربکس دستگاه میشه، پیشروی دستگاه و حالتهای ABUC که برای پیچبری از این دسته استفاده میشه. قسمت بعدی سه نظام داره. سه نظام ها انواع و اقسامی داره، حالا بستگی به شرایط و قطع کار متناسب با اون بسته میشه. قسمت بعدی میشه ساپورت دست. ساپورت به مجموعه این چند تا جزء ساپورت گفته میشه. حالا ساپورت یه قلمبند داره. قلمبند کارش چیه؟ میتونی رنده های تراشکاری تو روش نصب بکنی و عملیات تراش رو باش انجام بدی. این دسته مربوط به ساپورت فوقانی میشه. ساپورت فوقانی یه حرکت کوچیک در راستای طول انجام میده برای شما. هر موقع نیاز به حرکت ظریف و آهسته داشتین از ساپورت فوقانی استفاده میکنید. ساپورت عرضی برای حرکت عرضی دستگاه استفاده میشه، به سمت راست و چپ. با چرخوندنش ساپورت در جهت عرض دستگاه عوض میشه، جهتش تغییرش. ساپورت بعدی ساپورت طولیه. هر وقت خواستین بیشتر از ساپورت فوقانی حرکت بکنین با ساپورت طولی انجام میشه. کار سریعتر انجام میشه، مقدار باردهی بیشتره و زودتر انجام میشه. قسمت بعدی کلاچ دستگاه. تا وقتی که کلاچ در حالت وسط باشه دستگاه هیچ حرکتی انجام نمیده. با کلاچ شما میتونید به دستگاه فرمان بدید که از حالت ساکن به حالت دوران تغییر کنید. حالا توی بعضی از مدل ها یه موتور برای ساپورت طولی گذاشتن که با فشار دادنش به سمت جلو یا عقب حرکت میکنه. توی بعضی از مدل ها نداره. قسمت بعدی اهرم پیچبریه. تنها جایی که استفاده میشه برای پیچبری از این استفاده میشه. قسمت بعدی بهش میگن اهرم صلیبی. اهرم صلیبی کارش چیه؟ ساپورت رو در حالت اتوماتیک عقب و جلو میکنه، بدون دخالت دست. خود دستگاه ساپورت رو عقب جلو میکنه. برای قطعه‌های ظریف از این کار رو انجام میدیم که دقت کار بره بالا. قسمت بعدی به کل این قسمت میگن مرغک، دستگاه مرغک.
حالا مرغک ها گردون داره و مرغک ثابت. بسته به نوع قطعه و کاری که شما انجام میدید میتونید از مرغک ثابت یا مرغک متحرک استفاده کنید.